شمایل مردم و شهر اصفهان تا سال 1302 که این نقشه چاپ شد از قراری بود که گذشت. در این شهر به غیر از محله‌های قدیمی و پل‌ها و رودخانه از کارخانه اثری نیست تا این گوشه پایین در میان کشتزارهایی که به تازگی بر خرابه‌های کاخهای صفوی پدید آمده است. این نخستین نشان از کارخانه‌ای در اصفهان در سده اخیر است. خیابان کارخانه نساجی، کارخانه عطاالملک. فضلالله خان دهش معروف به عطاالملک، تاجرزاده فارغ التحصیل رشته صنایع از کالج بمبئی هند، نخستین کسی بود که تقاضای اجتماعی وارد کردن کارخانه نساجی مدرن را عملی کرد، ولی در راه انداختن آن کم آورد و این حاج محمد حسین کازرونی بود که کار را تمام کرد. عطاالملک اول کارخانه وطن وارد کرد. یکی داشت در آلمان به نام شونمال، نمیدونم دومادش بود، خلاصه با هم ارتباط داشتن، فامیل بودن. توسط اون ماشینا رو آوردن با گازائل و نفت و اینا تو صندوق در موردیم ما میشستیم میدادیم دست آلمانیا سوار میکردن. وقتی سوار کردن ما وایسادیم هم ماشینا کار کردن. کار ساخت کارخانه از سال 1300 در ساحل جنوبی زاینده رود و بر روی خرابه‌های کاخ 300 ساله 7 دست شروع شد و در سال 1304 خورشیدی پایان یافت و کارخانه با 4 دستگاه ریسندگی، 2 دستگاه حلاجی و 12 دستگاه بافندگی راه افتاد و اسمش را گذاشتند وطن. وطن که 7 دست یا کارخانه کازرونی هم خوانده میشد و از امتیاز قانون‌های حمایتی دولت برای صنایع جدید کارخانه‌ای سود می‌برد، با 100 نفر کارگر شروع کرد و 500 متر پارچه 1 لا و 2 لا ارز پشمی. ماشین‌هایش همه ساخت آلمان بود و فقط دوک‌های ریسندگیان از انگلیس آمده بود. کارخانه به بار نشست، امتعه وطن به بازارهای سراسر ایران سرریز، پتوی وطن برای قشون دولت پهلوی اول پیش خرید و آوازه حاج محمد حسین کازرونی همه جا پیچید. کازرونی بازرگانی پیشرو بود که در 4 دهه آخر حکومت قاجار در کار تولید و تجارت به ویژه تریاک سرمایه هنگفتی به دست آورده، پیش از مشروطه در راه اندازی مجلس تجار دستی داشت و بعد از آن در حمایت از مشروطه و تأسیس شرکت اسلامیه و بانک ملی هم کم نگذاشته بود. مسجد و مدرسه می ساخت، خیر بود و در سال 1310 6 سال پس از راه اندازی وطن اتاق تجارت اصفهان را هم تأسیس کرد و نخستین رئیس آن شد. کازرونی که میگویند علاوه بر وطن 2/3 مستقلات اصفهان را هم صاحب بود، کارخانه را توسعه داد و نسبتاً بی دردسر اداره کرد تا اینکه در اردیبهشت 1311 وطن و ماترکش را گذاشت و به دیار باقی شتافت. در گذشت کازرونی که با سفر 4 روزه صادق هدایت نویسنده شهیر به اصفهان همزمان بود، در کتاب اصفهان نصف جهان اینطور توصیف شده است: تنگ عصر بود که به دیدن پل خواجو رفتم. کنار رودخانه قلمستان درخت‌های بید و تبریزی بود که محل گردش مردم است و صدای قلت آواز انسان و قورباغه شنیده میشد. کارخانه پارچه بافی کازرونی در آن طرف رودخانه دود زده و سیاه به نظر می آمد که عزای مرگ صاحبش را گرفته بود. این آقا که نوه همان حاج محمد حسین کازرونی است و خودش بعدها مدتی مدیر وطن بوده، روایت هدایت را اینطور ادامه می‌دهد: به مناسبت مرگ او دسته راه انداخته بودند که این نوح را می‌خواندند. دسته راه انداخته بودند پشت سرش، بقیه دسته میگفتن رفت از جهان فانی آقای کازرانی. اون دسته بعدش میگفتن شد خاک بر سر ما زین مرگ ناجهانی. شد خاک بر سر ما زین مرگ ناجهانی. هدایت در ادامه کتابش میگوید: همین نشان میدهد که استعداد مردم برای عزاداری زیاد است. دیروز در دکان عکاسی بودم. عکاس گفت 2 روز است مشغول بزرگ کردن عکس کازرونی است و امروز که تاسوعاست.
مردم میروند تخت فولاد برایش فاتحه بخوانند. از کارخانه وطن آن سالها این فیلم هم بر جا مانده که روزها در 1312 برداشتند.